نماینده های ایران تو این خوب بد زشت کم نیستن. خوب یعنی رضاییان که حالا تبدیل به بهترین گلزن ایران در تاریخ جام‌های جهانی شده. خوب یعنی وینیسیوسی که زیر نظر آنچلوتی بازی‌ها رو واسه تیمش در میاره. خوب یعنی اسمون که با 3 شوت مرگبارش معادلات آقای گلی و قهرمانی و توپ طلا رو به روز رسانی میکنه. خوب یعنی کیپورد که در اولین حضورش تو جام جهانی به مرحله بعدی صعود میکنه. خوب یعنی اکوادور متحد که راه پیروزی بر ژرمن‌ها رو به کمک نویر بالاخره پیدا میکنه. خوب یعنی اونی که در طول جام جهانی هم خوب بد زشت‌های فوتبال رو دنبال میکنه. بعد یعنی چندین دقیقه انواع و اقسام خوشحالی‌ها رو انجام بدی ولی تاش بفهمی طلسم گل‌های آفساید ایران تو رو هم قربانی میکنه. بعد یعنی هر اتفاقی بیفته شکست ناپذیری قلعه‌نویی در مرحله گروهی قرار حواس همه ما رو از ترسو بودن تیمش جلوی مصر پرت بکنه. بعد یعنی ذوق تقابل امباپه و هالند رو داشته باشی ولی تصمیم سرمربی نروژ تمام جذابیت بازی رو کنسل میکنه. زشت یعنی اونی که بعد کلی تعریف و تمجید شنیدن در لحظه حساس واسه گلزنی حریفش تونل باز میکنه. زشت یعنی اوروگوئه بیلسا که با این نمایش‌ها و اختلافش با ستاره‌ها هیچ کس رو از حذف شدنش ناراحت نمیکنه. والگولد، گرم به گرم به آرزوهات نزدیکتر شو.